در دوشنبه محاکمه یکی از وکیلان دفاع شناخته ادامه دارد که دادستانی او را به جنایت‌های سنگین متهم می‌کند. در این محاکمه در روز 4 ایول بزرگمهر یاروف و همکارش نوردین محکموف را به دعوت عمومی به افراطگرایی متهم کردند که برای این کار جزای سخت تعیین شده است. با گفته دادستانی هر دو وکیل با اظهار نظر در بعضی از رسانه‌ها مردم را به افراطگرایی و هم سرنگون کردن حکومت قانونی تشویق کردند، ولی وکیلان دفاع این ادعاها را رد می‌کنند. بزرگمهر یاروف که از حقوق اعضای محکوم شده حزب نهضت اسلامی حمایت می‌کرد طی ماه سال گذشته دستگیر شد و می‌گوید حکومت می‌خواهد از او نقار بگیرد. جریان محاکمه را از همکارم میرزانبی خالقزاد پرسیدم که در دادگاه حضور داشت. میرزانبی، بزرگمهر یاروف و نوردین محکموف در دفاع از خود و در پاسخ به اتهامات دادستان ها چی گفتند؟ دادگاه فردوسی از بزرگمهر یاروف خواهش نمود که بر چه دلیل و اساسهای میتواند که این نوشته هایی که بر اساس 5 تشخیص امام خطیب ها و استادان دانشگاه ها صورت گرفته است بیگناهی خودش را ثابت میکند. بزرگمهر یاروف در این مرافعه حدود 3 ساعت سخنرانی نمود و بر اساس پیشنهاد این تشخیص ها گفت که اون نه به عمل های تروریستی و تندگرایی و نه نوردین محکموف هیچ دست ندارند و خود را به این ماده ها گناهکار نمی حسابند. از جمله بزرگمهر یاروف که اصلا این مطلب ها را بررسی میکرد و پیشنهاد میکرد ذکر کرد که مقاله که در نشریه فرگنارو به نشر رسیده است که امام علی رحمانوف و اتستافکو یعنی امام علی رحمانوف به استعفا، در اینجا چند نکته های پیشنهاد شده است که پرزیدنت تاجیکستان وقتی که مسئله به چین دادن 1000 کیلومتر کوادراتی زمین از منطقه بدخشان را امضا کرده بود، نوردین محکموف در این مقاله ذکر کرده است که اگر وی قبلا میدانست که پرزیدنت به این سند امضا میکند و در انتخابات پرزیدنتی به طرفداری امام علی رحمانوف آواز نمیداد. از این رو بزرگمهر یاروف تاکید کرد که در این مقاله تنها نظری یک ساکن یک شهروند تاجیکستان ذکر شده است و در اینجا هیچ گونه دعوت عمومی ذکر نشده. میرزانبی قبل از برنامه گفتی که در محاکمه همچنین ادعای نوردین محکموف بررسی شد که آریان بانک را به غصب مالکیت دیگران متهم کرد. در این باره چی گفته شد؟ بزرگمهر یاروف گفت که در اینجا نوردین محکموف همچون رئیس شرکت بخت از حقوقهای خودش همچون صاحبکار حمایت کرده است و در اینجا تنقید است نه دعوت. با در نظر داشت این همه بزرگمهر یاروف در این مرافعه ذکر کرد که وی هیچ گونه عمل برای دعوت عمومی یا که نزاع ملی یا نژادی یا دینی دست ندارد و خود را همچون افراطگرا که اون عیبدار دانسته می شود نمی داند و با همین مرافعه انجام یافت و دادرس دادگاه مرافعه بعدی را به روز بعدی عید رمضان یعنی روز پنجشنبه واگذار کرد. همکارم میرزانبی خالقزاد از دوشنبه صحبت می کرد.